дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дар он дунёи нависандаи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори 19. دروازه کلانی را دیده اسرافیل را به آن سو کشاله کردم تا ببینم که در آنجا چی هست. در حولی سرای شکل چیزی به مانند قهوه‌خانه جایگیر شده بوده است. روی سرای زیر دو ایوان دراز از میزها و کرسی‌های آهنی پور جای خالی یافته نشستیم. در یک گوشه تقریباً 50 عدد چیلیم گذاشته بودند. چیلیم‌های خرد و کلان، چیلیم‌های عادی از کدو ساخته شده و میسینی کنگورکاری. بعضی چیلیم‌ها به جای نی دودکشی روده درازی رزینی داشتند. این گونه چیلیم را آتش داده در مابین دوره میمانند و اهل صحبت روده را با نوبت به دهان گرفته تماکو میکشند. در این دیار که سیل و مرض هر سال عمری مردمی بسیاری را خزان می کند، این خیل چیلیمی دورگی به شبه یاردمچی خوبی حضرت عزرائیل بودگی است. ما چای فرمودیم. در عربستان چای شیرینی فامیل می نوشند. شکر را به چاینک انداخته می آورند. من دیده ایستادم که به همه این چیزها خوش نداری. ناگهان به گپ در آمد اسرافیل. قاش و قواقی او همچنان آویزان بود. با کدام چیزها؟ تو چی را گفته ایستاده ای؟ دوام همان گپ را از دو شمشیر سوال داده بودی کو؟ ای یکا تو هم گپ را کشال کردی کو؟ دام گربه پارسال سوخت و بویش امسال آمد. نه اوکا اکنون گوش میکنی. همین قدر آدم را مانده من دامن تو را داشته گشتم. تو انا همین را یگان بار ملاحظه کردی یا نه؟ اسرافیل پیاله در دستش بوده را بروی میز مانده به دیگر طرف روی گردانید. تراشه دغل، کنده گرنگ خود را دشنام می دادم من. احوال عائله باطنی پر استرابی جرم را فراموش کرده باز او را آزار دادم. دل این مردک شوربخت از آن که من تصور می کردم بس نازکتر بوده است. اسرافیل برادر ببخش مرا. به خدا که روای آزارت ندارم. در تگ دیواری کعبه نشسته ایم. باور کن برادر. خیر به گذشته صلوات گفت اسرافیل پیاله را به دست گرفته و خیال تبسم کنان اعلام نمود. هرچند که برای تو چی قیمت داشتن دیوار کعبه را فهمیده ایستادم. از سیر رسته و بازار برگشته قریب به منزل رسیده بودیم که همشهری اسرافیل از پسمان هر سس زنان آمد. اندک صبر کنید گفت او. شما به پول اینجا صرفم می روید یا نه؟ کم کم. مرا میوه فروش فریب داد از افتش. نگاه کنید به وی یک کاغذ 10 ریالی دادم. 4 دانه افلیسون گرفتم. انا اینقدر بقیه گردانید. در دست ملا ذوالفقار 4 ریال و 4 کروش پول بود. او را رسا به 5 ریال فریفتند. در دست پول داشته باشید و چی قربه داشتنی آن را ندانید هم سودایی مشکل بوده است. یا شاید صرف شده باشد 10 ریالی را 5 ریال پنداشته باشد. مداخله ما سودی نه آورد. هرچند با ایما و اشاره آسمان دیوار و مناره های کعبه را نشان داده وجدان میوه فروش را به جنبش آورده نمی شدیم تأثیری نبخشید. برعکس دکانداران دیگر به سرمان جمع آمده بعضیشان ما را به نادانی بعضی دیگر به تهمتگری عیبدار می کردند.
در عالم سودا قانونی هست: مال، چک یا بقیه پولتان را از فروشنده دور نرفته شمارید، وگرنه دادتان را به خدا گویید. حالا دکان میوه فروش مغنبیر در تگ دروازه کعبت الله واقع گشته باشد هم و عرض و اعتراض ملا ذوالفقار به گوش پروردگار بیشک رسیده باشد هم، نتیجه حاصل نشد که نشد. من و اسرافیل از این واقعه سبق گرفته با آموزش زبان عربی علل خصوص شماره جدی مشغول شدیم. واحد، اسپید، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته گویان از یک تا ده تکرار میکردیم. از خودت احتیاط باش، همسایه را دزد مدار، میگوید مقال خلق. اینجا شهر اوفه یا دوشنبه نیست. اگر دزدی را به ثبات رسانیده نمیتوانید، به حالتان میمون ها خواهند خندید. اگر دزدی را به ثبات رسانیده نمیتوانید، به حالتان میمون ها خواهد خندید. در خانه مرا ملا ابراهیم حاجی منتظر بوده است. پیرمرد گفت که امروز بیگاهی وی نیز به عرفات می رود. او هر سال حج خود را تکرار می کند. بعد عرفات و مینا سری قدم به مکه مکرمه در آمده، پس به مدینه منوره بر می گردد. خانهش در آنجاست. ما که انشاءالله به آرامگاه پیغمبر رفتیم، ملا ابراهیم باز به صحبتمان حاضر خواهند شد. حالا التماس می کند که درباره دیارش به او کمتر نقل کنم. من به لینین آباد 2 سال پیش رفته بودم. آنچه که به خاطرم رسید به موی سفید حکایت کردم. معلوم بود که به او درباره خوجند سابق هر سال حاجی ها نقل می کنند، لیکن وی از حکایت درباره وطن خود هیچ سر نمی شد از افتکار، یا شاید در یگان گوشه دلش شبهه داشت که در زمان حاکمیت سویتی شهرهای قدیم خراب نشده بلکه آباد می شده باشند. آخر معلوماتی که مهاجران سالی دراز از رادیوی صدای امریکا می گیرند محض همین گونه منظره را تصویر می سازند. بازارها منع کرده شده‌اند میگویند. آهسته سوال داد پیرمرد تا که به نفس من نرسد. قصر بازار نوی پنجشنبه لینین آباد یکی از زیباترین با شکوهترین بازارهای کلخازی اتفاق سویتی را به او تصویر کردم. درباره قصر محتشم کلخازی مسکو، کمبینت ها، زوات ها، کان ها، تئاتر، طبابت خانه، اینستیتوت و مکتب های این شهر نقل کردم. درباره شهرت همشهریان او، جراحان هنرمند کامیل تاجیف، زاکر خاجایف و دکتران دیگر نقل کردم. گفتم که همشهری او سلطان عمرف پرزیدنت اکادمی فنهای تاجیکستان است. بابا جان غفور در مسکو راهبر اینستیتوت خلقهای آسیا شده کار می کند. کتاب‌های نویسنده رحیم جلیل و 24 زبان‌های SSSR و خارجه چاپ شدند. باز آب دیدگان موی سفید بر رخسار سر آجینگش، بریش و موی سفیدش جاری گشت. این اشک ارمان بود، اشک هجران، اشک جدایی از وطن. این قطره‌های تلخ محصول همان خطایی بود که عمر بعد اصلاح ناپذیر خواهد ماند. شخص جلای وطن شده از هر مملکت دیگر می تواند به وطن خود برگردد. با هزار عذاب و عقوبت باشد هم علاج بازگشتن هست. حتی از اسپانیای فرانکا، از اتفاق جنوب آفریقا با تدبیری برآمده به وطن برگشتن ممکن، اما
از اینجا نه که نه افسانه‌ای به یادم میرسد که در بچگی پدرم گفته بود در کدام یک گوشه دنیا شهری بوده است که به آنجا آمدن هست و رفتن نیست. زن مورد شوهر زنده‌اش را همراه به قبرستان میبرند. شوهر مورد زنی زنده مانده اش را. قانون شهر فقط همین قدر رحم میکند که به همسر زنده برای 40 روز آذوقه و آب آورده در پهلوی قبر شریکش میمانند. کس اگر از این دیار شوم فرار کردنی شود، اعضای بدنش مثل تار کشغال شده رفتن میگیرد تا تمام و ادا شدن. انا همین درد جانکا خلف و کیشانی است در پای هر کسی که از تقدیر مدهیش خود گریختن میخواهد. آره، هیچ افسانه بدون اساسی که در زندگانی داشته باشد بافته نمی شود. هر مبالغه را در جهان آغاز هست و انجام است. عرفات. سمکه، ترمس و چترها را برداشته به اتوبوس سوار شدیم. لعلی سرخی آفتاب با افق سرچنگ و غبار فرو می نشست. سلسله بی سر و آخری همان سیاره های رنگ برنگی که پریروز کوچه های مکه مکرمه را تنبه زده بودند حالا چنگ راه ها را به آسمان برداشته به سوی کوه مقدس عرفات میشتابیدند. از درون و بام های سیاره ها صدای حاجیان به گوش می رسید که دعاهای حج را با آوازی بلند ذکر می کردند. تیمور جان قاری در اتوبوس ما آیتی را سرودوار می خواند. هوا تاریک شد. از وادی مینا می گذریم. سرتاسر وادی وسیع را چادر و خیمه های حاجیان فرا گرفته است. هزاران چادر، هزاران خیمه های نقشین و رنگارنگ. حاجی ها پس فردا به اینجا آمده 3 شب و روز با طاعت و عبادت مشغول خواهند شد. این خیمه ها را صاحبان مهمانخانه ها به عباره اینجا گوییم صاحبان تکیه ها استوار کرده به همین طریقه جای اشغال کرده ماندند. خیمه نزنند، جای نیست. به ما که چند روز این جانب احرام بسته رال مردگان و به درگاه خداوند حاضر شدگان را می بازیم، تلاش برای یک پرچه زمین عجیب می نماید. از کنار شهرچه دویومی چادرزار می گذاریم که اینجا کوه مقدس مزدلیفه است. بعد عرفات 1 شب را با طاعت و عبادت در دامن این کوه گذرانیدن فرض است. ساعت در بین خیمه‌زار شهرچه سوم قرارگاه خود را کافتکاو می کنیم. آدمان زین کوشک جای را بر محل اشغال کرده باشند هم تا حالا فقط 2 خیمه راست کردند و خلاص. در خیمه خردی یک طرفش یله بوده شکل ایوان را دارد. سردار با موی سفیدان جای گرفتند. خیمه کلانتر دویم را مهمانان یمنی زین کوشک با زنهاشان بند کردند. ما در زیر آسمان کوشا بروی یک خبد پلاس کهنه می خوابیم. به خاده فانوس کرسینی آویختند. من و اسرافیل کلچه های از مسکو آورده امان را برآورده با چای خوردیم. ترماس من خوشروی و نفیس باشد هم فقط 4 پیاله چای می برد. خیریت اسرافیل ترماس 2 لیتری خریده بوده است. گویا می دانسته است که در آن دنیا هم احتیاطکاری از شرط های ضروری روزگار است.
امروز 2 می گفتم من. ها 2 می؟ آهی سبوک کشیده گفت اسرافیل. در تاجیکستان درختان میوه از گل فرا آمدند. سبزه دشت و صحرا، برگ درختان زمرد بر این تازه با تراوت. مد کشیده گفت اسرافیل و تصدیق کنان سر جنبانید. صحرا و جنگل دیاری من هم حاضر بسیار دلربا شدگی. چی خاصیتی هست که در اینجا بوی زمین به دماغ نمی رسد؟ در دوشنبه خصوصاً بعد باران بهاران بوی زمین کس را مست و مخمور می کند. ارسطویی گپ نزنید. بانگی بلند شد از آن سوی پلاسیما. این آواز ملا عبدالرازق جان اکا بود. اسرافیل نیمخیز شده ظاهراً چیزی گفتنی بود و اندیشه می کرد که چی بگوید به او. نایب الرئیس محترم، گفتم همچون به زبانی روسی قصداً به همه شنوانیده، قاعده حج را عاید به آزار ندادن شخص دیگر من چند روز این جانب رعایت می کنم، اما بعضی همسفران رعایت نمی کنند. تو باید چاره بیندیشی. ارسطویی گپ نزنید میگویم. امر خود را چنانه که در کعبة الله کرده بود با ادعا و خشم تکرار نمود. مخصومی مجمج دهان. با همسفران باشکیر، قزاق و تاتارم به روسی گفتگو نکنم به دهانم قلف زنم. تگ در طلاکاری خدا جای بحث نبود، اما حالا به مخصوم جواب باید داد. آیا ربایی مشهور ابن سینا را درباره دانایان جاهل بخوانم؟ غیر از تاتار و باشقیرها دیگر همه اینها زبان تاجیکی را می دانند، چون که آموزش آثار شاعران بزرگ فارس و تاجیک در پروگرام مکتب‌های دینی هم هست. نه نگفتن بهتر. دکتر شده ایستاده عصبی همسفران را ویران کردن در حقیقت از روی انصاف نیست. چرا روسی گپ نزنیم؟ از جایم خسته رو به آن طرف پلاس آورده پرسیدم. نمیدانید چرا؟ نه؟ زبان کافرها بودنش را نمیدانید؟ 25-30 سال پیش همین خیلی یک گپ را شنیده بودم، فراموش شده است. دیگر دانشمندی را هم وان نخوردم که خاطر رسان کند. فراموش نکردن در کاریه. امروزها سرم فقط با فکر و ذکر حج بند است. همه اندیشه های دیگر را فراموش کردم. ملا عبدالرازق جان اکا بغیر از همین که باز چند روز می گذرد و به وطن خودمان بر می گردیم. در آنجا خدا را شکر حاکمیت سویتی هست. آزادی گفتنی چیز هست. ارواح زند. یک معنای آزادی همین که خواهید به زبانی ملدونی گپ میزنید، خواهید به قرغیزی. آنجا ملت تراشی را بینای سلطنت نه جنایت نشمارند. من طرف آتش گرفته گپ میزدم. اسرافیل از دامن یوبکم کشیده شناندنی میشد. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثری در آن دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدی شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرعلی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتار 19.